من رفتم بهزیستی دیدم یه جوونی رو دستاشو با طناب به تخت بستن. گفتم اینو بستید میزنه خودشو؟ گفتن نه. به باقی‌ها میزنه؟ گفتن نه. گفتیم پس چرا دستاشو بستید؟ گفت هر چی بهش میدیم نمیخوره، فقط نجاست خودشو میخوره. دستاشو بستیم نجاست خور. الله اکبر. ما تا حالا نگفتیم که چه نعمتای خدای به ما دادی. همه چشم شما اگر تو گودی نباشه همه مکور بودیم. ببین الان تو گودی ها، حالا اگر چشم ما مثل دماغ بود همه مکور بود، با یه مختصر آسیب همه کور بود. اگر ابرو نداشتیم چشم همه میرفت. یه ابرو سایبانه که نور که میتابه، یه ابروی سیاه جلو فشار نور رو میگیره. اگر در وقت غذا چونه من تکون نمیخورد، کله میخواست کنه، این چونه ما مثل کله رو تکون میدادید، برای یه لقمه 2-3 ساعت زجر میکشیدیم. شما انگوش 60 دو بذار کنار، همه وزارت خونه میخوابه. وزارت بهداشت خوابید چون با 4 تا نمیشه آمپول زد. وزارت آموزش و پرورش خوابید، با 4 تا قلم نمیشه دست گرفت. وزارت کار خوابید، با 4 تا پیچ گوشتی نمیشه برداشت. وزارت کشاورزی خوابید، با 4 تا بیل نمیشه دست گرفت. همه وزارت خونه تو 60. شما تا حالا گفتی الحمدلله 60 دارم؟ الحمدلله آب دهنم شیرینه. همه الان آب دهنتون شور بشه چه بهش میکنید؟ اشک ما اگر شیرین باشه همه کور بودیم، چون اشک ما چشم ما از پیه.